یه تقسیم کار عجیب امروز در بین دولت و حامیانشون داره شکل میگیره برای اینکه بتونن اهداف رو پیش ببرن. از قرار معلوم آنچه که آقای رئیس جمهور جرئت نمیکنن رسما بیان بکنن، میسپارن دست دیگرانی اون رو مطرح بکنن برای عادی سازی در جامعه. مثلا نیا بکنید قبل از طرح سوالم فقط یه نکته بگم. من برای اینکه به اینجا برسم خیلی میان بر و کوچه پس کوچه رفتم که گیر گشت ارشاد نیفتم همچنان. بازم گشت ارشاد اذیت میکنه؟ بازم هستم و بله تو شهر هستم. چون قرار نبود برخورد کنن، حالا باز پیگیری میکنیم اذیت نکنن. میخواستم به این سوال جواب بدیم. توقیف خودروهای بانوان به بهانه حجاب همچنان ادامه داره که با وعده رئیس جمهور هم در تناقض هستش. آیا دستوری برای توقف این اتفاقات التهاب‌زا بالاخص در این شرایط خاص کشور دادید شما؟ دست شما درد نکنه. سلامت باشید. لذا یه جا مثل این خبرنگار از او سوال میپرسه، یه جا مثل ظریف میره خارج از کشور یه جور دیگه بیان میکنه. اگر به خیابونای تهران سر بزنید میبینید زنانی هستن که روسری ندارن، خلاف قانونه، اما دولت تصمیم گرفته بهشون فشار نیاره. این قولیه که پزشکیان داد و سر قولش مونده. پزشکیان قانون حجاب رو اجرا نکرد. این یک تقسیم وظایف امروز. این یه مدلشه. یه مدل دیگهش این صحبتی که چند روز پیش اتفاق افتاد. این هم همون چیزی که دولت به دنبالشه اما روش نمیشه بیاد بیان بکنه. ببینید چی رو مطرح میکنه. قهر از مذاکره مستقیم با امریکا منافع ملی کشور و نظام را به باد نیستی خواهد داد. با مذاکره مستقیم از منافع ملی کشور پاسداری نمایید و از مذاکره با واسطه بپرهیزید. مقام معظم رهبری تا کنون حمایت بیدریغی از دولت جناب عالی نمودند. میدانم که در هر زمینه‌ای مشاوره آگاهانه، درست و دلسوزانه مبتنی بر واقعیت نه توهم به ایشان میدهید، ولی اگر پیشنهاداتتان تلخ هم بود از دادن آن خودداری نفرمایید. داروهای مؤثر ممکن است تلخ باشد. رهبری داره میگه مذاکره با آمریکا سم مهلکه، مخصوصا با این ملعون نجاست مثل ترامپ. این داره چی میگه؟ مذاکره مستقیم با آمریکا تلخ است اما به رهبری بده. دارن زمینه سازی میکنن. نباید اجازه بدیم جام زهره دوباره تکرار بشه. این وظیفه من و توه. دوباره دارن شرایط جامعه رو به سمتی میبرن که مردم تحت فشار قرار بگیرن، برسه به اینجاشون چاره فقط مذاکره با آمریکاست. سر برجام هم یادتونه دیگه، اون سبد کالا و اون توزیع حقیرانش مردم صف کشیدن، پرت میکردن، کاری کردن واقعا طاقت مردم سر بیاد. بعد اومدن گفتن چاره برجام است. با این ابزار تونستن به حاکمیت برجام رو تحمیل بکنن. دوباره داره این اتفاق رقم میخوره. دلار همینجور داره میره بالا، مایحتاج مردم هی داره میره بالا، هی داره میره بالا. مقدمه چی نیست برای جام زهری که داره با صراحت هم میگه، داره چشم رئیس جمهور داره صحبت میکنه، یک داروی تلخی رو به رهبری بگیرید بخورانید. جام زهر دیگه مذاکره مستقیم. آنچه که دولت جرئت نمیکنه مستقیم بگه تقسیم کار است. دارن میدن اطرافیان جامعه رو آماده میکنن ببرن به سمت آنچه که میخوان. مذاکره سمه. با این دولت کنونی سم مضاعفه. مذاکره یعنی معامله، یعنی یه چیزی بدی یه چیزی بگیری. هیچ ایرانی غیرتمندی و با شعوری نمیره راجع به نقاط قوت خودش با طرف مقابل معامله کنه. این کسانی که دم از مذاکره با آمریکا میزنن، اینها یا الفبای سیاست را بلد نیستن یا الفبای غیرت را بلد نیستن. این نشانه بی‌غیرتی است. چرا نمیفهمن یک عده‌ای از مدعیان سیاست و فهم؟ جای تأسف است واقعا. ارتباط با این خیانت است. مذاکره با این طرف هم خیانت است هم حماقت.